سلام به همه. امروز میخوام شما رو ببرم به یکی از مهمترین جشن‌های سنتی کره. جشنی که با حال و هوای پاییز گره خورده و اسمش هست چوسوک. چوسوک از زمانهای خیلی قدیم در دوره‌های کشاورزی شکل گرفته. وقتی برداشت محصولهای پاییزی تموم میشد، مردم دور هم جمع میشدن تا هم شکرگزاری کنن، هم خوشحالی برداشت رو جشن بگیرن. خب هیچ جشنی بدون غذا کامل نمیشه. مهمترین خوراکی این روز سونگپیونگه، کیک‌های برنجی کوچیک و رنگی که داخلشون با لوبیا، کنجد یا شاه بلوط پر میشه. یه باور قدیمی هم هست که میگه هر سونگپیونگی که قشنگتر درست بشه صاحبش تو آینده خوشبخت‌تره. غذاهای دیگه مثل جون، پنکیک‌های کره‌ای با سبزیجات یا گوشت درست میشن و همینطور میوه‌های پاییزی مثل خرمالو همیشه روی سفره‌های چوسوک دیده میشه. در واقع هر لقمه پر از نماد و معنیه، نمادی از فراوانی و شادی. مردم برای این جشن هانبوک‌های رنگی میپوشن که جلوه خیلی زیبایی به خیابونا و خونه‌ها میده. بازی‌های سنتی هم بخش جدا نشدنی این جشنن. یکی از معروف‌تریناش یوتنوریه که یه جور بازی تخته‌ای خانوادگیه با 4 تا تکه چوب انجام میشه. همه اعضای خانواده دور هم میشینن، میخندن و با هم رقابت میکنن. ولی شاید زیباترین بخشش رقص کنگ سوله. زنها دست همدیگر رو میگیرن و زیر نور ماه کامل میچرخن و آواز میخونن که این صحنه همیشه یادآور شادی جمعی و وحدت مردمه. چوسوک فقط یه جشن شاد نیست و معنای عمیقی داره. صبح روز چوسوک خانواده ها مراسمی به اسم چره برگزار میکنن که توی این مراسم یه سفره برای اجدادشون میچینن و بهشون احترام میذارن و این نشونه احترام به ریشه ها و پیوندهای خانوادگیشونه. بعد از اونم همه کنار همدیگه غذا میخورن، قصه تعریف میکنن و از بودن با همدیگه لذت میبرن. خب دوستان، این بود سفر پاییزیمون به جشن چوسوک. از ریشه های کشاورزی و برداشت محصول گرفته تا غذاهای خوشرنگ و بازی های خانوادگی، همه چیزش پر از معنی و زیباییه. امیدوارم یه روز خودتونم پاییز کره رو از نزدیک تجربه کنید و زیر نور ما مثل مردم کره شادی کنید.